امیدوارم که خوب هستین. الحمدلله من خوب هستم. برای شما هم رحمت افای گرامی برای این برنامه بهترین. استاد هم خوش آمدید میگویم. میخوام نسبت اون برادری که مقصد زنها نسبت زنها سخن کرد کمتر صحبت کنم. یک فکری خطا در مردهای ما جای دارد که همین چیز این یک چیزی مانند شعار شده از زنها کم اخلاق هستند. یعنی تکرار و تکرار از مردها این سخن شنیده می شود. و میخوام همون یک شرح حدیثی که پیامبر صلی الله علیه و آله میگویند النساء ناقصات العقل و الدین، زنها عقلهایشان کم و در دین کم بودی دارند. یعنی چی؟ برای چی پیامبر صلی الله علیه و آله این گونه گفتن؟ یکمین چیز به خاطر اینکه زنها بعد از تولد کردن فراموش خاطر میشوند و حتی در شاهدی قرض 2 زن آورده میشود به خاطر که یک تاش فراموش کرد کسی دیگرش به یاد آورد. و این چیز را حتی طب اثبات کرده است که در حقیقت زن بعد از تولد کردن فراموش خاطر می شود. یعنی اون کم عقلی نیست که اون زن عقلش از مرد کم باشه. این یکم. و در دین کم بودیش البته که یعنی که مانند مرد پوره بوده نمیتواند، همه وقت پاکیزه بوده نمیتواند، عذر دارد، همه وقت روزه گرفته نمیتواند، این گونه هست. یعنی اون کم عقل این گونه نیست. و در مسئله که زنگیری صحبت کردنی هستم، اگر نسبت نظر کنیم به قرآن کریم، در تمام مسئله ها الله سبحانه و تعالی اگر کشادی داده باشد، در مسئله زنگیری الله سبحانه و تعالی تنگی داده است. یعنی که پیامبر صلی الله علیه و سلم گویم اگر 9 زن داشتن یا که 11 زن داشتن، الله سبحانه و تعالی مردها را تشویق نداد که 9 زن گیرید شما یا که 11 زن گیرید، بلکه اسلام کم کرد. یعنی که از 9 به 4 گذشت و همون 4 هم یعنی که کشاد نکرد. خیلی که اگر بگیم زیاده از 70 جای قرآن اگر امری نماز آمده باشد، امری زکات آمده باشد، امری روزه آمده باشد، اما در قرآن فقط در یک جا آمده است و همون مسئله هم به مسئله یعنی که مانند پیامبر صلی الله علیه و آله 9 تا گیرید 11 تا گیرید، نه بلکه 4 تا گیرید، اگر نتوانید 1 تا بسنده است. و یکی از فایده های همین بسیار زنگی، زنهایی که شوهر دیدن آنها رو از راه بد برگردوندن، چون که زن شوهر دیده است شاید بر راه بد رود بعد از شوهر نداشتنش. و سرپرستاری یتیمان، یعنی این 2 فایده هست، فایده کلانی هست به فکر من که به جامعه میرسه. و البته یعنی زن گرفتن اجازت هست به مردها، یعنی که شریعت اجازت داده است، اما شریعت همون نقطه را اجازه داده است که مرد نیت داشته باشد یک یتیمی رو سرپرستی کند یا یک زنی که در مابین راه مونده است او رو یعنی که چیکار کند؟ کامل کند، به دین دعوت کند، یعنی که برای حلال عائله دار شود. درست. یعنی که فکری من همین است که یعنی که مسئله زنگیری حتی قرآن هم همین مسئله رو بسیار بسیار وسیع نکرده است، چون که اگر جهت های منفیش رو نگیریم بسیار هست که عائله ها پراکنده میشن، فرزند ها از پدر دور میشن و خاصتا تربیت فرزند که در عائله ناکامل به دنیا میآید. فرزندی که هر روز پدرش رو میبیند، شاید 2 روز پس پدرش رو ببیند و این بسیار در حالت روحی روانی کودک ضربه سخت دارد. البته و حتی احترام پدر نزد فرزندان کم می شود و اون مهر و محبتی که بین زن و شوهر از پیش بود اون محبت کم می شود. یعنی البته من کسی نیستم که ضد زنی دویم باشم، اما مردها باید همه جانبش رو نگاه کنن، جامعه همه طرفه نگاه کنن. یعنی که اجازت اونه نه که مرد وقتی که مقصد به شرایط خوب رسید رود مقصد یک دختری که اون دختر کوفی خودش رو، یعنی کسی که برابر خودش هست گیرد، اون مرد رود اون رو گیرد. یعنی که مرد کسی رو گیرد که اون هم یا که از شوهرش جدا شده است، از شوهرش یا که مقصد دختری است که از 30 سال گذشته است، از شوهر کنی منع شده است. یعنی کارهای راههای ثوابی که به جمعیت منفیت زیاد دارد زیاد است. فکر من گفتنی هم در همین جا من نیز گفتنی پیدا کردم به همین گپتون. من بسیار نفران رو میدونم خودم میشناسم که هستن زنها در حقیقت اونها نیاز دارن به مردها، از شوهر جدا شدن، مثل فرزندان دارن، لیکن بسیار مردهای مؤمن مسلمان هستن گرفتن زنهای یوش جوان
اونها حتی به زنهایی که مفتوج هستند فرزند نگاه هم نمیکنند، یعنی که به خاطر حسن باشد، به خاطر جوانیش باشد، اونها بیشتر همین رو میپذیرند. البته این چیزی بوده است و حتی از موضوع خارجتر هم شاید میخوام در تاجیکستان مثلا یک داغ امروزه حتی ویدیو رولیک ها در یوتیوب چقدر زیاد است که زنها چگونه شوهرهای خود را خیانت میکنن، کلین‌ها شوهرهای خود را خیانت میکنن. این چی معنا دارد؟ یعنی که مردها سفر میکنن و سفر مهاجرت مهنتی و البته که نفس چیزی هست که الله سبحانه و تعالی هم به زن داده است هم به مرد داده است. مرد میرود زن دوم یک روس یا یک ازبک یک قرقیز یک تاجیک را نکاح میکند میگیرد و همین طور تا 1 سال 2 سال، یعنی که حتی مقصد من از حیات شخصی خود گیرم، مثلا پدری من قریب 18 سال نبودن در خانه. یعنی که هم اون زنهایی هستن که از خدا میترسن، مقصد امانت شوهر فرزندها رو نگاه میکنن، مقصد به زندگی خود مشغول میشن. حاضر همه در جامعه از اسلام دور است. شوهر من رفت از زن گرفته است، من هم در اینجا بجایی میکنم. یعنی که یک حالتی که مردها نمیفهمن همین چیزه. البته خیلی کمبودی کار نیست، در تاجیکستان سفر میکنن، لیکن این چیز هم باید هر یک مرد به اینوبت گیرن، یعنی که مدت نزدیک زنها بیاین تا که در جامعه همین چیزها رو ندیدن. این رو بسیار مشاهده کرده ایستادیم. من هم شخصا بسیار مشاهده کرده. اکی محمد سعید چی بگویی شما در این مسئله؟ تشکر میکنم برای این خواهر و من تایید میکنم گفتگوی خواهر را، مخصوصا همین که در خاتمه گفتن که این مردها بسیاری از این چیزها را نمیفهمن. این راست میگن. اون حالتهای زنها را و شرایط زنها را برای آن که بفهمن زن میفهمد. درست است، این قبول است. خیلی سخن خوب و شیرین، معناش هم معنای خوب دارد. اما در نسبت دو چیزی که اونها اشاره کردن در شرح حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم، در نسبت اول درست تایید کردن که من در سخن قبلی من به او اشاره کردم که حالت ترکیبی زنها، یعنی ساخته شدن از همون چیز و این تحقیر نیست و اگر اون گونه نباشد مثلا که حیات نمی شود. مثلا رشک، حالا ما میگیم رشک برعکس زینتی زن است. اگر زن رشک نداشته باشد مثل گلی که بوی ندارد، باید رشک داشته باشد، شوهر خود را مثلا که با خود جلب کند. خب کارهایی که او در نظرش نادرست هست اگر ببیند که میل ندارد، خب حالا که میبینیم تلفن است و نمیدونم اینترنت است و بگیرد از دستش دنگل کند و بگه چیکار میکنی. یعنی اینها چیزایی هستن که بوی همون خوشی زن هستن که باید باشن. اگر خداوند این خیلی خلق نکند مردها شاید که بسیار کارهای ناشایسته بسیار را بکنن و دیگر جا دست بزنن. خب این درست است، زن باید این چیزها را داشته باشه. خب اما این که وقتی میگن که زنها در یعنی کمبودی در فهم دارن یا فراموشی دارن، این یک چیزی است که علم نفس، علم طب این را در ترکیب زن این را اثبات کرده است. اما ترکیب از این شده است اگر این گونه ساخته نشود زن نمی شود. یک. دومی که درباره ناقصات دین گفتن در شرح حدیث پیامبر، ناقصات دین البته بسیاری از ائمه شرح دادن بر اینکه آن حالت‌هایی که برای زنها میآیند، حالت‌های عذری طبیعی که هستند، بر اساس او از تکلیف‌های شرعی منع می‌شوند، این دلالت بر اون نمی‌کند. حالا اکثریت ائمه بر این هستند که زنها چی در حالتی مثلا که عذری طبیعی دارند، چی در حالتی تولد کردن هستند، در کدام حالتی که باشند، اونها بدینداری، اونها هیچ نقصی نیست. اونها همان گونه هستن که خب در صحتیشو بودن. خدا میگن، الله میگن، ایمانشو هست، قرائتشو هست، تربیتشو هست، همه چیز. یگان کم بودی اینکه نماز نخوندن شریعت برای او داده است، اما همچون نماز خواندن برای او نوشته میشود، یگان نقص نیست. اما یک عده چیزهایی هست که مردها به اون چیزها امر شدن و از زنها اون امرها تکلیفش زنها برداشته شده است. همین رو در نظر گرفته شده است و الا در ایمان داشتن، در دین داشتن، در تطبیق، در اجرای اوامر خداوند
برابر هستن، هیچ نقصی ندارن. این رو باید ما همیشه بدونیم. سلامت باشید. فهمو. تشکر. اکی محمد سعید. اینجا یک زنی مهاجر بود، محسنه. میکروفون تو رو گشایید. من همینجا گوش کرده؟ البته گوش کردم. البته احترام دارم نسبت فکری استاد، اما چیزی که من گفتم از روی خوندم، یعنی اون فکری من نیست، از روی کتابی که من خوندم، شاید از روی علم‌ها شرح حدیث رو شرح دادن که زنها وقتی که پورا مانند مردها روزه گرفتن نمیتونن، پورا مانند مردها نماز خواندن نمیتونن در حالت عذر، یعنی حدیث همین چیز رو در نظر داره. من همون چیز رو در نظر داشتم، یعنی نقص نه، یعنی که نقصت العقل و دین، یعنی همون در دین بوده، همین چیز رو در نظر داره. فهمو. بله. یک چیز را اشاره کنم. حالا این که چی شده که صدا چی شده؟ اشمو محسنه اشمو خوب است. خب صدای من است؟ خب صداتون هست؟ دو بار میآید. میکروفون کسی رو میکروفون همه خاموش هست اینجا. محسنه همینجا هستن. به فکر مشکل از کس شد. من در جای تنهایی از کودک ها دور. نه یوتیوب گیرون باشه همیشه میشود. یوتیوب گیرون هست. من در داخل استودیو در یوتیوب نیستم. فهمو. از کجا شده باشد نفهمیدم. از اون چی است؟ آواز شما خوب است. خب چی پیش شد این کس پر اومدن. یعنی پیشنهادی من همین که یعنی هم جانب‌ها هم جانب‌های دو جنبه‌ای که گفتم در جمعیت، سرپرستی یتیمان و صاحب شدن زن‌هایی که از شوهر جدا شدند یا که زن‌هایی که از شوهر کنی ماندند و با اینوبت گرفتن حالت روحی روانی کودک‌ها. و اگر همون مرد یعنی شرایطی داشته باشد که از عهده دو زن برایت عدل کرده تواند و یعنی که یعنی در بعضی حالت‌های اعتبار میکنم زن و مردهایی که صاحب دو زن هستند در همون دو عائله هر دوی کودک‌ها فقط زنها مشغول میشن، اون مرد از بین برآمده است، یعنی اون مرد فقط کار میکنه تمام. یعنی فهمو. محسنه نظر کنه بسیار وقت زنها را میگن برای چی صدای خورد زنها را میگن همچون خوش تواری شوهر من چون حالت رو بسیار دیدم که راستی اگر از نگاه اسلام گیریم درست از نگاه اسلام گیریم برای زن واجب است فقط اطاعت شوهر کند، خدمت شوهر کند، اطاعت شوهر. اما اگر مقصد فازی که خود ما مقصد فرزند داریم، آینده از فرزند خود امید داریم، زن میتواند از برای الله، از برای ثواب خدمت خشونت یا که خدمت پدر شوهر کنه. اما این نه واجب هست، نه فرض است، نه سنت است. و مثلا اگر من در همین حالت قرار گیرم، من خدمت خسور و خشونت خود رو به خاطر الله میکنم، نه به خاطر که خدمت اونا به من واجب است، به خاطر ثواب و به خاطر مجبوری است. نه، این چیز از نگاه اسلام هیچگاه مجبوری نیست و بسیار یعنی که حالت یک جای تأسف است که زنها رو این گونه استفاده میبرن، مانندی که در خانه یک غلام اومد، یک خدمتگار اومد، حتی اون زن تا خدمتش خواهر شوهر و جیانهای شوهر و کودک‌های قیسینگی رو اون زن بیچاره نگاه میکند و به حالت میرسد که اون زن راستی حاضی
نظر کنیم به زنهای اروپا از زنهای تاجیک خود ما فرق کلان دارن. زنهای تاجیک ما زنهای 20-25 ساله علاقه در حالت پیری قدم زده ایستادن. به خاطر چی؟ به خاطر که زندگی و سخن بیهوده، جنگ و دعوای بیهوده اونها را افگار کرده است، پیر کرده است. عصبشون کرده است. یعنی که برای خود هیچگاه اون زنها وقت ندارن که مقصد به آرایش خود نظر کنن، به سر و لباس خود نظر کنن یا با کودک مشغول شن. این گونه چیزها نیست برای زنهایی که البته نه همه اش اما بسیار بسیار حتی از عائله خودمون من میتونم بگم که زنها فقط یعنی که به همین خدمت خانه شوهر مشغول، دیگر از هر چیز دور. و این چیز رو من فکر میکنم در جامعه تاجیکستان فهموندن بسیار کار خنده است، برای که وقتی که سخن کردم از همین چیز، نه تنها یک نفر حتی یک خانه زیدی من بر اومد. این یک چیزی هست که فهموندن کار خنده است. الله شما روز دو من زنهای شجاع رو زیاد آمین. مونیسا خان، من یک اویله رو میدونم که یک اویله دور نیست، اویله رو میدونم که کلین شده رفته است، لیکن در همون اویله نسبتی همون زن همچون غلام رفتار میکنن، خوب میشناسه و اویله رو. و زن حتی پوپوشوی خیسینگلوش میپوشوند، نه تنها خدمتی همون اویله، حتی باید وای زن وقتی که خیسینگلوش از به خانه وارد شد باید لباسوش برورد، باید پوپوشوش از پایش برورد، تو همین درجه کرده هستن. این رو یگان حقوق ندارد. اویدی حقوق ما عموما گپ نمیزنیم در این مسئله. البته این یک کارهایی که از عقل از منطق بینی باید توجیکوی ما هست. یعنی خب من راستی یک حالتی رو میخوام، مقصد در ترکیه بسیار مقصد زندگی کردن، بسیار دوستانی ترک داشتم، اعتبار دادم وقتی که کلین جدا علاهیده زندگی میکند در هفته یک مرتبه دو مرتبه میرود در خانه خوشنامند. کلین میداند که خانه خوشنامند خدمت خانه خوشنامند برای او واجب نیست، یعنی که اون خلق ترکیه علاقه پیش رفتن به این چیز و او میرود به خاطر اونها پیر هستن من یاردم دیان گفتن میرود. برای من بسیار همین حالت محکوم شد که یعنی که برای کلین کاردار نیستن، او علاهیده زندگی میکند، حتی فرزند ندارد، خیلی خواهد زندگی میکند و در یک هفته جمع میشوند اونها خدمت خوشنامند میکنند. اما در تاجیکستان ما بسیار یعنی یک حالتی بد قرار داره، حتی در شهر، حتی انسان‌های پیشرفته که خواندگی هستن معلومات عالی دارن کلین رو همین گونه استفاده میکنن. درست این بسیار مشاهده کرده میشود. تشکری کلام به شما. چی پیشنهاد دارید؟ تمام پیشنهادهای من همون بود که در مسئله دو زنگی کودکان رو اهمیت زیادی هند و هیچگاه مردی که شرایط دارد و عدل کرده میتواند از پشت مقصد دختری یاش یا که با زن دویمش دختری یاش هیچگاه نباشد. من فکر من همین است. زنی باشد که اون زن محتاج یاری باشد، محتاج پرستش باشد، فرزندای اون محتاج سرپرست باشد. این گونه زن رو مرد میتونه دویم بگیرد. تشکر زیاد زنده باشید. برنامه ما رو پیشگیری نمایید، پیگیری نمایید، میبخشید پیگیری نمایید و در آینده اشتراک نمایید. رحمت. تشکر.